سلام و درود خدمت همه شما. انشاءالله که جور ساعتمند باشین. خب به ادامه جلسه درس گذشته ما که جلسه 14 ما بود، مرکبات بی بودیم البته که بی واو تکمیل شده بود. مطابقش کار میکنیم انشاءالله. خیلی میایم از این قسمت خط کرسی رو تعیین میکنیم، کارش میکنیم. بعد بی واو بی و هی داریم دوستان. البته فشار دست است. یک حرکت بعدی به می شکل تمرینش میکنیم. بعد بیوهی شکل بعدیش به می شکل کار میشه. چهار نوع بیوهی داریم دوستان، کارش میکنیم. بیوهی خب این بیوهی فرق میکنه دیگه دوستان. ببینید به تنهایی قدر فهمیده نمیشه. وقتی یک کلمه که به این وصل شده باز راحت فهمیده میشه. اگر ما اینو بهار کار کنیم دوستا، ببینید به این شکل با دو صورت راحت فهمیده میشه. خب بیوهی بعدی ما به این شکل کوشش کنیم که جمع‌تر کار کنیم. یکان تا کمی کشیده کار میکنن بیوهی را و اشتباه است دوستا. ببینید بسیار ساده به این شکل. بیو لام الف است. اینجا دوستا یک نقطه فاصله بگیره. از قسمت یک نقطه فاصله، بعدش الف. بیو لام الف. بیو یا دوستا یک حرکت بعدی سر خط کرسی به این شکل. از قسمت حرف یا. خب و بیویای چپه دوستان از این قسمت کارش میکنیم. خب درست نشد. از این قسمت دوباره یک حرکت بعدی پایان، یک نقطه پس بلندش میکنیم به این شکل است.